قسم ششمش، قسم ششم چی است؟ قسم ششم استعاذه. از عبادات زبانی قسم ششمش استعاذه است. خب استعاذه چی هست دوستای عزیز؟ استعاذه طلب کمک است، طلب کمک. مثلا عوض چی را میگه؟ عوضه چی را میگه؟ پناه بردن. در عصر جاهلیت مردم به بسیار چیزها پناه می بردن. مثلا بعضی ها به بت‌ها پناه می بردن. در مردم های قریش و مکه و اینجا به بت‌ها پناه می بردن. مردم های چی که بودن، مردم های حبشه به قبرها پناه می بردن. مردم های امپراتوری روم که بودن، اینها اکثرا به ژولپیتر میگفتن. چی میگفتن؟ خدایگان، امپراتور، خدایگان، مثلا پسر امپراتور و اینی چیزها به وا پناه می بردن. مردم در فارس قدیم وقتی که بودن ایران زمین و پدرکلانای ما و شما در منطقه ایران و افغانستان و تاجیکستان، اینجا اکثرا مردم ها بعضیا به بودا پناه می بردن، مثل که مجسمه بودا را دلشانی چیخ نکرد و عربا هستن. یک وقت ما مزاق کردیم گفتیم پدرای شما که اگر بت هم داشتن، تو با بتکای خردک داشتن 1 متر 1.5 متر، تا بعضی بتکای مثلا در هندوستان از بتکای 1 خورده و 1 پاوا و این قیمه. اما پدر کلانای ما وقتی که مشرک بودن بسته کور چی جور کردن، یک کور بت ساختن، کوههای بامیانه. این حالی چی بوده که اینجا مردم به شکل بعضیا به این مجسمه ها پناه می بردن، بعضی به قبرها پناه می بردن، بعضی به حیوانات پناه می بردن، بعضیا به اسپن پناه می بردن، بعضیا به بربو پناه می بردن، بعضیا به حیوانات و یا پناه می بردن، بعضی کسا به سیارات و یا. این کلش انواع استعاذه بود که به اینا پناه می بردن. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قل، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما یه آیت دقیق متوجه شدین سعی کنید الله متعال چی میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قل، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای این مردم چی بگو؟ بگو من که پیغمبر الله هستم، اعوذ، من خودم پناه میبرم. به کی؟ به رب الفلق، بر رب او ذاتی که صبح اون تاریکی ها رو دور میکنه، صبح روشن میشه. فلق، به این من پناه میبرم. قل اعوذ، بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قل اعوذ، بگو که من که پیغمبر هستم، رسول الله هستم، من به این چیزایی که شما پناه میبرین، به درختها و بعضیا به مهدها، بعضیا به ستاره ها، بعضیا به قبرها، بعضیا به مجسمه ها، من به این چیزها پناه نمیبرم. من پناه میبرم به رب الناس، به رب مردم ها، ملک الناس که مالک متصرف مخلوقات است، اله الناس، معبود حقیقی مردم است. من باید پناه میبرم. حتی وقتی که قرآن میخوان، الله متعال برش میگه که فاذا قرأت القرآن، وقتی که تو تلاوت قرآن میکردی، فاستعذ بالله، پناه ببر به الله از شر شیطان رجیم. این استعاذه چی هست؟ این استعاذه یک عبادت زبانی هست که انسان مسلمان به الله، قلبش به الله متوجه هست و در زبان خود به الله پناه میبرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و شما همیشه میگیم قل اعوذ برب الفلق، میگیم قل اعوذ برب الناس میگیم. و این هست عبادت های چی است؟ یکی از عبادت های زبانی هست. دیگه در جمله عبادت های زبانی قسم هفتم توحید در عبادت در چی است؟ در تعویذ. این شاید بسیار براتون جالب باشه و این بسیاری وقتا که ما بعد بسیاری دوستان میگم، حتی بسیاری کسا میگم ما از زندگی میره نشنیدیم. توحید در تعویذ، بله توحید در تعویذ این چه قسم است؟ عبادت است، بله عبادت زبانی هست، بله عبادت زبانی هست. یا چی معنی؟ تعویذ چی هست؟ تعویذ استعاذه که خودت پناه به الله ببری. تعویذ چی هست؟ که یک کسی دیگر به الله پناه بدهی. مثلا شما طفلتان میخواین به الله پناه بتین، این تعویذ میگه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین با زبان تعویذ میداد. چی میگفت؟ یا الله من اردوی از اینا را به تو پناه میتم. مثل که ابراهیم علیه السلام، اسماعیل و پسر دیگهش اسحاق علیه السلام علیهم السلام به الله پناه میداد. اینی را تعویذ میگه. و تعویذ اصلا چی هست؟ در اسلام به زبان هست. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. وقتی که ما استعاذه میکنیم هم به الله و اگر تعویذ یک کس دیگر هم پناه میتیم
به الله پناه میتیم. این تعویض‌های کاغذی که در کاغذ نوشته میکنن این اکثرا از ادیان دیگه و از یهود و از نصارا و از اینا انتقال شده و آل در بین مسلمان ها اینقدر بعضی چیزا رواج شده که مجرد امیل شما تعویض بگوین فوراً در ذهنتان همون یک کاغذک میگه قات شده و باز پوش شده و باز گردن انداخته شده، در حالی که این نیست. در اسلام تعویض چی هست؟ امون رقیه شرعی هست. در رقیه شرعی که تعویض هست در اونجا همیشه رقیه شرعی با زبان خوانده میشه، خود انسان میخونه. وقتی که پیش رسول الله هم یک کسی میامد یک جایش درد میکنه، مثلا اینجا ما درد میکنه، رسول الله صلی الله علیه و دست تدمی جبان رو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. 7 مرتبه خودت بگو اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. اینو بگو. متوجه هستید؟ پس این تعویض در اسلام یک عبادت بدنی زبانی هست که باید توسط زبان شود. همین قسم ما به الله خود پناه میتیم و به الله پناه میبریم. اگر یک طفل خدا و فرزند خدا یا یک کس دیگه پناه میتیم، به کی پناه میتیم؟ به الله سبحانه و تعالی او را پناه میتیم که این هم یک عبادت زبانی هست. قسم 8 توحید در استعانت است. استعانت چی هست؟ که وقتی ما و شما مثلا میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ما و شما استعانت میخوایم از الله. متأسفانه بعضی اوقات ما و شما در چیزهایی که انسان توانایی زیر داره از انسان ما میتونیم کمک بخوایم. مثلا من از شما تقاضا میکنم که مرا تا شارد موترتان ببرین، یک استعانت بکنین، پیش دکتر برین، دکتر سه برام دوا بدین یا عملیات بکنین. این استعانت به اندازه توانایی مخلوق از مخلوق گرفته میشه، لکن استعانتی که از توانایی مخلوق نیست، بلندتر است از آن چیزی که مخلوق هست، این کمک از الله خواسته میشه. از این خاطر در قرآن ما و شما در هر رکعت نماز به الله تعهد میکنیم که ایاک نعبد، خاص را یا الله عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و یا الله خاص از تو استعانت میخوایم. پس اینجا استعانت و کمک از الله خواسته میشه. قسم دوم توحید در وسیله هست. توحید در وسیله چه قسم؟ مثلا وسایلی که ما و شما میگیریم، متوجه هستین؟ وقتی که ما وسیله قرار میتیم، چی رو وسیله قرار میتیم؟ اون چیزی که الله برای ما و شما گفته شما این رو وسیله قرار بدین. یکی وسایل چی هست؟ وسایل تکوینی هست. مثلا در عالم کائنات هست. مثلا وقتی که ابر میاد، توسط ابر چی میشه؟ به وسیله ابر بر ما شما باران میاد. یا مثلا میدی ما چه وقت زندگی ما چی میشه؟ ما مثلا به وسیله غذا و خوراک مثلا ما شما جسم خودم حفظ میکنیم. و وسیله شرعی چی است؟ وسیله تشریعی است که ما توسط ایمان خود و توسط عقیده خود و توسط اعمال صالحه خود به الله متعال عبادت و اطاعت میکنیم. والعصر، الله متعال میگه قسم است به عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان و نقصان است، الا الذین، مگر کسانی که 4 خصوصیت و ویژگی داشته باشند. چی است؟ الا الذین آمنوا، ایمان داشته باشند، این وسیله نجات شما هست. و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه داشته باشین، این وسیله نجات شماست. و تواصوا بالحق، و شما دیگران را به حق یعنی توحید دعوت بکنید، این وسیله نجاتتان است. و تواصوا بالصبر، و شما توصیه بکنید به صبر. این چی هسته؟ این مکلفیت شماست که شما را نجات میده. یعنی اگر بعض وقت عمر جان شما را دعوت میکنه که بیاین این درس‌ها و این درس‌ها را گوش بگیرین و اشتراک بکنین و براتون زنگ میزنه، به این معنا هست که کوشش میکنه که تواصوا بالحق وظیفه ایمانی خود انجام بده و خود از چی خلاص بکنه؟ از خسرانی که در اینجا گفته شده. چرا اینمی 4 چیز در وجود انسان باید باشه که این 4 وسیله که انسان نجات بده. پس ما با اعتقادات درست خود وقتی که الله را یاد میکنیم و اعمال درست خود و دعوت درست خود به زبان دیگران را دعوت میکنیم به طرف توحید و به صبر و شکیبایی دعوت میکنیم. این چی هست؟ اینجا هدف ما چی است؟ هدف ما است که از خساره و از سختی و زیگپا خود خلاص بکنیم. دیگه از جمله عبادت های زبانی توسل هست.
توسل دوستای عزیز هم در یهودیت است، هم در نصرانیت است، هم در هندویسم است و هم در اسلام هست. اینا هر کدامش فرق میکنن، هر کدامش فرق میکنن. ما نباید با زندگی کردن در بین هندوها یا در بین نصرانی ها یا در بین یهودی ها یا دیگران متأثر به عبادات از اونها شویم که متاسفانه بعضی اوقات مسلمان ها متأثر میشن. توسل مسلمان ها چی هست؟ توسل مسلمان ها توسلشان همون قسمی است که در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده. اصلا توسل چی است؟ یعنی توسل وسیله گرفتن است، یک چیزی که الله برای ما و شما، مثلا من میخوایم یک دعا بکنم، این حال وقتی که دعا میکنم میخوایم در دعای خود اتو یک چیز رو بگویم که الله متعال بالای من رحم بکنم. همین چیز ایره توسل میگن. این حال توسل میکنیم. توسل چه قسم میشه؟ اول به اسما و صفات الله میشه. شما ببینید هر کسی در قرآن کس همیشه رب، مثلا یک پیغمبر است به الله دعا میکنه و میگه ربی، ای پروردگار من. پس اینجا نام الله رو میگیره. ما شما همیشه اللهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اللهم، یا الله، یا رب، ربنا، ربی. اینا توسل به چی میشه؟ یا رحمان، یا رحیم. توسل به اسما و صفات الله میشه. یعنی وقتی برای ما یک مشکل پیدا میشه، در مقابل هر مشکل نامهای الله هست. مثلا من یک گناه از پیش من شد، حالا من توسل میکنم به الله، یا الله تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو غفور هستی، تو غفار هستی، تو بخشاینده هستی، تو ستار هستی، تو گناه مرا ستر کردی، یا الله مرا ببخش، یا الله بالای مرا رحم بکن. این حال اینجا چی شد؟ اینجا اهمی عبادته که ما و شما توسل کردیم، با نامها و صفات الله سبحانه و تعالی توسل کردیم. بعضی اوقات توسل دوم در قرآن و در حدیث وقتی که آمده است، توسل به چی میشه؟ به نامها و صفات الله میشه. توسل به اعمال نیک خود انسان میشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که 3 نفر رفتن در یک غار، بند ماندن، در باران سرشان شد، رفتن در یک غار کوه خود پت کردن که باران است و طوفان است. یک دفعه یک سنگ لول خورد، امی دانه سوراخ بسته شد. در اینجا اینا هر قدر که زور زدن نشد. خب گفتن چی بکنیم؟ گفتن هر کسی یک عمل نیک خودم با یک عمل نیک خود توسل بکنه به الله سبحانه و تعالی. یکیش یک عمل خدا یاد کرد که یا الله من مادر و پدر چیز داشتم، بسیار پدرم بود یا مادرم بود بسیار سنش پخته شده بود و از پیش من مثلا خدمت ازیره میکردم و حتی وقتی که یک خوراک میاوردم پیش ازی که مثلا من به اولادای خود بودم، برای خانم بودم، به مو والدین خود، به مادر خود یا پدر خود برازی میدادم، یا الله اگر من این کار را به خاطر رضایت تو کرده باشم که تو خوشحال باشی و این عمل من به درگاه تو قبول شده، امی ما را از این عذاب خلاص کو. یک دفعه میگم سنگ کلان شور خورد و باز یک مقدار روشنی آمد. اما برآمدن نمیتونن. این رفیق دوم خدا گفت که شما بخیزین توسل بکنین. این گفت که یا الله ما یک دختر کاکای بود یا مثلا امی قسم یک دختری بود که ما را بسیار دوست داشتم و بالاخره یک وقتی ما امکانات پیدا کردم که او از مجبوریت از او استفاده بکنم و او مثلا مشکل داشت، مشکل اقتصادی داشت و بالاخره خلاصه ما با وجود تمام امکانات از ترس تو و به خاطر حکم تو ما اینمی منع که کردی از این گناه، ما از این گناه اجتناب کردم. یا الله اگر من این گناه را به خاطر رضایت تو ترک کرده باشم و تو از من راضی باشی، سر ما رحم بکو که از این چیزا. باز میگه سنگ شور خورد، یک مقدار دیگه باز شد. باز میگه هنوزم شمال میه، هوا میه، روشنی میه، لکن برآمدن نمیتونن. باز به دوست سوم خود میگه شما توسل بکنین. باز این توسل به اعمال خود میکنه و میگه که یا الله یک کسی بود، من بسیار مالدار بودم، یک کسی پیش من کار میکرد، باز کارگر که است یک وقتی مالهای مرا میبرد به کوه برای چراندن و به یک وقتی ای رفت از پیش من و
یک مقدار ماش از این پیش ما همون ماش از این را گرفتم، گوسفند خریدم و این گوسفنده که از این مثلا کمی کلان شد، بالاخره گوسفند دومی شد و 4 تا شد و 6 تا شد و 10 تا شد و 20 تا شد. حتی اینه میگه من تو فقط اینجا نشانی میکردم، به نام از من نگاه میکردم چون مال از این بود. یک وقتی شخص میگه که آمد پیش ما که بهتر یک وقت من پیش خودت کار کرده بود، من مجبوریت دارم یک چند روپیه از ماش ما پیشت مانده. ما برش گفتم که او را در اونه و بغل کور ما را میبینیم، میگه سلام برش خند میزنم. میگه من گفتم نه برش خند نمیزنم، اما پیسه تو را ما گوسفند خریدم و همینجا از پیش استفاده کردم و اون گوسفندای تو حالا زیاد شدن، چوچه دادن و فلان شدن. امیر امیت بگی برو این نفر میگه بسیار خوشحال شد، یا الله اگه می کارم ما به خاطر رضایت تو کرده باشم، امیر با همین عمل نیک خود توسل میکنم که همین مشکل ما رفع شد. بالاخره میگه همین سنگ که در اینجا هست این کاملا دور میشه و عرصه از اینا نجات پیدا میکنه. این توسل با اعمال است. اول توسل به نام ها و صفات الله هست، یه یک عبادت بدنی زبانی هست. توسل به اعمال نیک خود انسان هست، یه هم یک عبادت زبانی هست. توسل به بیان عاجزی خود، مثلا میگه که الله من چی هستم، عاجز هستم، ناتوان هستم، بنده بیچاره هستم، بالای من رحم بکن. مثل که زکریا علیه السلام گفت که ربی اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. ربی، شما ساکنی آیت شریفه میگه ربی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. چی معنی؟ یعنی یا الله استخوان‌های ما پوسیده شده و سرم کلش سفید شده دیگه، حال اولاد مولاد دیگه پا به حساب دنیایی دیگه دکتر هم جواب میده و خانم هم یعنی در جوانی‌های خود این نازا بود. یا الله تو از بارگاه خود اینجا زکریا علیه السلام اول توسل به نام الله میکنه، باز توسل به عاجزی خود میکنه. پس این هم یکی از توسل های مشروع است که انسان عاجزی خود بیان بکنه. و همین قسم دیگهش توسل به چی هسته؟ به ایمان خود و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایمان بکنه ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یا الله ما به تو ایمان آوردیم، به ملائکه، به کتابای، به رسول، به کل از اینا. این توسل میکنه هم ایمان خودم و از بارگاه الله متعال میخوایم. و یا هم توسل دیگه که است به دعای یک شخص زنده. دعای شخص زنده میشه شما از مادرتان تقاضا بگوین، از پدرتان تقاضا بگوین، از استادتان تقاضا بگوین، از یک کس دیگه تقاضا بگوین که اونا بر شما دعا بکنه. پس این هم یکی از توحید در توسل است. دیگه توحید در استمداد است. و چی هست که ما مثلا مدد میخوایم، اسم کمک میخوایم، از الله کمک میخوایم. الله سبحانه و تعالی در هر جا میگه که الله تو ما را مدد بکن و ما را از این مشکلات و از این چیزها خلاص بکن. از انسان میتونیم مدد بخوایم در دایره تواناییش، مثل استعانت است دیگه. استمداد استعانت تقریبا نزدیک هستن. و قسم دوازدهم توحید در تقرب و نزدیکی هست. یعنی ما وقتی میخوایم به الله نزدیک شویم، چه قسم نزدیک به الله میشیم؟ یعنی میخوایم مقام ما به الله نزدیک شویم. الله متعال میگه واسجد واقترب، سجده بکو به الله نزدیک میشی. یعنی هر قدر که انسان به الله عبادت میکنه، احکام الله رو تطبیق میکنه بالای خود، به الله رتبه و مقامش اما تو زیادتر شده میره. شما اگر یک سنت چی کنین، یک سنت تطبیق بکنین، شما مثلا دریم بریتمن میشین رتبهتان. اگر 2 سنت تطبیق میکنین دوم بریتمن، اگر 3 سنت تطبیق میکنن لمرای بریتمن. همین قسم مثل نظامی واره، باز توران میشین، جکتوران میشین، جگران میشین، دگرمن میشین، دگروال میشین. این قسم برید جنرال، توران جنرال، دگر جنرال، استر جنرال، مار. این قسم انسان مقام و رتبه به بارگاه الله متعال. همین قسم مثلا برای کسی کار میکنه و زحمت میکشه در دنیا، برش رتبه ها داده میشه و اون پیش الله این رتبه ها انسان به الله رتبهش بلند میشه و قریب شده میره. با چی میشه این تقرب؟ این تقرب با ایمان میشه، با اعمال صالحه میشه و دعوت و عمل. اینیا هست همون سوره والعصر که خوانیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما مشرکین هم چی میکردن؟ به خاطر تقرب
بت پرستا چی میکردن؟ بت پرستا پیش بت ها میرفتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از پیشان پرسان میکرد که شما الله را میشناسید؟ بله میشناسیم. الله را عبادت میکنیم؟ بله عبادت میکنیم. خیر پیش از این بت ها چرا میرین؟ یا مردم حبشه را پرسان میکرد که شما الله را عبادت میکنید؟ بله خیر پیش از این قبر ها چرا میرین؟ برای چرا سجده و رکوع میکنید؟ باز میفتن لیقربونا الی الله زلفا. ما پیش از این بت ها میریم، ما پیش از این قبر ها میریم که اینا ما را به الله چی کنه؟ قریب بسازه. در حالی که الله متعال میگه که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. مشکل از اونا در چی بود؟ که اونا خدا چی میکردن؟ میگفتن که ما نعبدهم، سکن خودشان میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما این بت ها را عبادت نمیکنیم، ما این قبر ها را عبادت نمیکنیم. بعضی عبادت ها را ما به این بت ها و این قبر ها میکنیم به خاطر چی؟ که اینا ما را به الله قریب بسازه. الله متعال میگه نه خیر، واسجد، سجده بکن، عبادت بکن، تقوا بکن، ایمانداری بکن. اینی کلش تو را به الله نزدیک میسازه. اینی تقریبا 12 قسم عبادت های چی بودک؟ عبادت های زبانی بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.